هستن و در گذشته در نظام بودن و اشخاص مهم نظام‌های گذشته بودن باید بس برن به افغانستان، از اونجا میتونن مستقر باشن مثلا در بحث و مذاکره. چرا نمیرن پس وقت گفتن که عفو عمومی است که بعض کلانایی که در اوج هستن بودن نکشتن. ولی یک مثلا دکتر عبدالله که از کلانترین کلانا بوده برای یک مدت طولانی در اونجا بوده، کشته نشده. ما خوش هستم که جناب آقای کرزی مثلا هنوز اونجا هست. مشکلات هست در صحبت ها، در این شک نیست، اما چطور دیگه هم میتونن در خانه های خود باشن، با مردم خود باشن؟ اگر باز میگن که قدر طرفدار حال ندارن، مردم ازشان متاثر هستن، اما چرا نمیرن در وطن خود زندگی نمیکنن؟ در داخل نمی باشن، در خارج بودن خودش مشکلات خلق میکنه. همین که اینا ضمانت از کسی بخواین جای تعجب است. افغان است، در ایران میبینین، در پاکستان میبینین، در اوکراین میبینین کلانا که تعداد زیادشون در داخل کشور خود هستن، در خطر هم هستن، اما عقیده دارن به اینکه وطنشون باید به این راه پیش بره. چطور این ناجدی گرفته شوند از طرف دنیا هم، حتی در حالی که امیر حاضر نیستن یک خطر را برای وطن خود قبول کنن که برن، اگر ممکن باز مشکلات را ببینن. اگر اینا فکر بکنن که دنیا باز میایه طالبان از بین میبره، باز اینا رو دعوت میکنه، برای هر کدامشان سکیوریتی میده، امریکایی ها کتفنگ این طرف و طرف میره. این روزا گذشت، سر خود آینده افغانستان فکر کنن چقدر حاضر هستن مسئولیت بگیرن برای اینکه یک افغانستانی که اینا میخواین ساخته شد.